وقتی توی ذهنت کسی رو تحقیر میکنی یا از کسی بدگویی میکنی یا کسی رو قضاوت میکنی بدون که راه نفوذ امواج منفی رو از طریق کائنات به سمت خودت، به ذهنت، به قلبت، به روحت، به روانت باز میکنی و اجازه میدی که اون تفکر سقوط، اون تفکر پیری، اون تفکر بیماری، اون تفکر شکست، اون تفکر تنگدستی و فقر، اون تفکر درد از وجود تو به عنوان مرکز به قسمت‌های دیگر کائنات اشاعه پیدا کنه. بنابراین عزیز دلم، تاج سرم، بهتره که لبخند بزنی، بخندی و برای همه آرزوی موفقیت کنی.